سلام، وقتتون بخیر. انشالله که سلامت باشید. موضوع جذابی که امشب دربارش میخوایم صحبت بکنیم هم میتونه خوشحال کننده باشه، هم میتونه یه مقدار ناراحت کننده. من فکر میکنم مقداری که بخواد یه چراغی توی ذهنمون روشن بکنه، بخواد یه تلنگری بهمون بزنه، شاید ناراحت کردنش خیلی بهتر از خوشحال کردنش باشه و امیدهای واهی که آدما میتونن به هم دیگه بدن در شرایط مختلف. میخوام در رابطه با یه ابزاری صحبت بکنم توی این دنیا که امروز روز که ما داریم توی این زمانه زندگی میکنیم حرف اول میزنیم و ما با هم دیگه تعارف نداریم. آدمای بزرگ لحاظ سنی هستیم، آدمهای بالغی هستیم و توی این جامعه به هر حال ارتباط داریم با اطرافیان، میبینیم وضعیت کاری، شغلی و درآمدی مردم رو، مشکلاتشون رو میبینیم، به گوشمون میرسه، صحبت میکنن با ما و اینکه به تنها چیزی که من میرسم و بزرگترین مشکلی که توی این دنیای مادی که ما داریم توش زندگی میکنیم فقط الزاماً بحث پول هست. این بحث پول یه تایمی اگر اطرافیانم حتی درباره‌اش صحبت هم میکردن منو به هم میریخت و همش دچار نگرانی، همش استرس، همش اینکه فردا رو چیکار کنم، پس فردا رو چیکار کنم، یه ماه دیگر چیکار کنم، 6 ماه دیگر چیکار کنم، نمیدونم، سر سال خونمه، قسط بانکمو چیکار کنم، اونو چیکار کنم. همش درگیریای این شکلی و برای به دست آوردن این ابزار حتی جونشون رو هم در خطر میذارن که گرونترین چیزی که ما توی این دنیا داریم و بیشترین سرمایه‌ای که توی این دنیا داریم و این سرمایه هیچ وقت با پول حل نمیشه، جونمونه. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. من با توجه به تجربیاتی که دارم، البته من خیلی کوچیکتر از این حرفام که بخوام در رابطه با این موضوعات نظر بدم، به هر حال خیلی از دوستان هستن که شرایطهای زندگیشون متفاوته، ولی خب دوست دارم که بیایم فکرهامون رو به همدیگه نزدیک بکنیم، نگاهمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم، نگاهمون رو نسبت به ابزار پول تغییر بدیم و بتونیم درست زندگی کنیم. چرا بتونیم درست زندگی کنیم؟ به خاطر اینکه هیچ کدوممون از این موضوع اطلاعی نداریم که آیا فردا توی این دنیا حضور داریم یا نداریم. ما باید به این ایمان برسیم، به این یقین برسیم و این حق رو قبول بکنیم و بدونیم که آقا ما داریم توی دنیای مادی زندگی میکنیم و این دنیا بزرگترین ابزار و مهمترین ابزارش پوله، ولی شما جونتو با پول نمیتونی زیاد کنی، جونتو با پول نمیتونی بخری. هر کسی، هر کدوم از ما که توی این دنیا داریم زندگی میکنیم یه رسالتی داریم که درباره‌اش صحبت کردیم، یه موضوعی داریم، یه دلیلی داره که توی این دنیا هستیم و هر کدوممون باید کارهای خودمون رو به درستی انجام بدیم. بیایم خودمون رو توی شرایطی قرار بدیم، شناختی که باید نسبت به خودمون پیدا بکنیم رو به صورت واقعی پیدا بکنیم، نگاهمون رو نسبت به پول ابزارگونه بکنیم، به صورت ابزاری بهش نگاه کنیم و بتونیم کارامون رو پیش ببریم. انقدر این نگرانی ها، انقدر این استرس ها، انقدر این موضوعاتی که وجود داره و
آدما انقدر میجنگن و انقدر درگیری دارن سر این مسائل، یه مقدار برای من غیر قابل توجیه شده. ببینید، پول به نظر من توی این دنیا فقط به درد این کار میخوره که اگر سرمایه‌ای وجود داره شما بتونید ازش به بهترین نحو استفاده بکنید. استفاده کردن از پول یعنی چی؟ یعنی اینکه ما پول رو الکی جمع نکنیم. جمع کردن پول یه شرایطی داره و برای هر آدمی یه تعریفی داره. ما کسایی رو داریم که خانواده دارن، فرزند دارن، بیشتر از یه دونه فرزند دارن. به هر حال خرج‌های اینا، بحث مدرسه‌شون هست، بحث دانشگاهشون هست، بحث خوراکشون، پوشاکشون و هزینه هایی که برای مدرسه میکنن. ببین تمام اینا هستش و مورد قبوله و باید این ابزار وجود داشته باشه که شما بتونی فرزندت رو ببری ثبت نام بکنی توی مدرسه‌ای و که بتونه تحصیل بکنه، که بتونه کارش رو پیش ببره، که بتونه پیشرفت بکنه، که بتونه ارتباط برقرار بکنه با افراد جامعه و خودش رو تو شرایطی قرار بده که در آخر با استفاده از اون تحصیلی که داره میکنه بتونه یه شغلی رو برای خودش ایجاد بکنه، یه درآمدی رو برای خودش ایجاد بکنه. و باز هم ما میرسیم به موضوع پول. یعنی ما میایم درس میخونیم سالهایی از زندگیمون رو، میایم به تحصیلاتمون اضافه میکنیم که در آخر برسیم به پول، برسیم به اینکه بتونیم سرمایه داشته باشیم. خب اوکی، ما دسترسی به این سرمایه پیدا کردیم. فردا روز شما از خواب بلند میشی، یه اتفاقی توی زندگیت میفته و باعث میشه که یه سرمایه‌ای توی زندگیت بیاد. آیا برنامه‌ای براش داری؟ آیا درباره این که فردا قراره این تومن پول به حسابتون بیاد و از یه جایی برسه بهتون، آیا پلن و فکری دربارش دارید؟ آیا میدونید که فردا اصلا شما وجود دارید ولی شاید پول برای شما بیاد؟ یه مقدار به این موضوعات بیشتر فکر بکن. من حیث المجموع بحثی که من کوتاه‌ترش بکنم و مختصرترش بکنم اینه که بیایم نگاهمون رو بعد از موضوع خودشناسی، بعد از بحث این که ما قدرت پذیرش رو توی خودمون زیاد کردیم و کارهای اشتباهمون رو قبول کردیم و شروع کردیم به در واقع از بین بردنش، در واقع کمرنگ کردنش و مشکل و کارهای بزرگی رو که توی زندگیمون انجام دادیم، کارهای خیر و نیکی رو که توی زندگیمون برای اطرافیان، برای آدم‌ها و برای هر کار خیری انجام دادیم، بیایم روی اون زمینه بیشتر کار بکنیم. بیایم نگاهمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم. بیایم در حال زندگی بکنیم. بیایم واقعا در حال زندگی بکنیم و قدر زندگیمون رو، قدر اینکه چارچوب بدنمون سالمه، قدر اینکه میتونیم فکر بکنیم، میتونیم ایده بدیم، میتونیم پول بسازیم، میتونیم درآمدزایی بکنیم انشاءالله، که حالا در جلسات قبلی خیلی مفصل‌تر صحبت میکنیم، ولی چون ما اومدیم یه کاری رو از بیس انجام بدیم گفتیم که بیایم تکمیل‌تر صحبت بکنیم، بعداً وارد زمینه بحث کاری، درآمدی، انتخاب شغل و شغلی که ما توش داریم فعالیت میکنیم صحبت بکنیم. ولی باید نگاهمون رو تغییر بدیم. تا زمانی که ما نتونیم نگاهمون رو نسبت به این ابزار تغییر بدیم، به نظر من واقعا انگار روی تردمیل دویدنه. البته این روی تردمیل دویدن برای فکر کنم 4 سال 5 سال پیش بود، الان دیگه جا میمونید و
یه جورایی حساب کتابا با همدیگه جفت و جور در نمیاد، بی‌تعارف. و در واقعیت همین چیزی هستش که من دارم میبینم و میشنوم و درک میکنم. انشالله که صحبتایی که کردم مورد استفادهتون قرار بگیره. ممنونم که وقت میذارید ویدیوها رو تماشا میکنید، ممنونم که سابسکرایب میکنید و حمایت میکنید. انشالله که زندگی بر وفق مرادتون باشه، برقرار باشین. فعلا خدا نگهدارتون باشه.